سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من بارادم و اینجا استودیو آتیسه. امروز قراره بهتون یاد بدم که چجوری عکساتون رو متحرک کنید. خب اول از همه ما باید عکسمون رو به صورت فایل PSD وارد نرم افزار کنیم. چرا میگم فایل PSD؟ به خاطر اینکه اگر فایل PSD رو ما ایمپورت کنیم، وقتی که توی خود فتوشاپ یه تغییری رو روی فایلمون انجام بدیم، خیلی راحت میتونیم توی افتر افکت تغییرات رو ببینیم. خب من فایلم رو اضافه میکنم به کار، سایزش رو هم یه کوچولو درست میکنم. خب حالا میخوایم جلوه بارون رو به کارمون بدیم. یه دونه ادجاستمنت لیر میسازیم و بهش افکت CC Rainfall رو اضافه میکنیم. بچه‌ها این پلاگینی که من اینجا دارم استفاده میکنم اسمش FX کنسوله. آموزش کار باهاش رو این بالا براتون میذارم، هم آموزش نصبش هست هم آموزش کار باهاش هست. اگر دوست ندارید از FX کنسول استفاده کنید هیچ محدودیتی نیست، فقط کافیه که بیاید توی پنجره افکت هم پریست اسم پلاگین یا افکتی که میخواید رو سرچ کنید و فقط کافیه که بندازید روش. من چون که خیلی وقت دارم از FX کنسول استفاده میکنم و عادت کردم بهش، از همون FX کنسول استفاده میکنم. خب الان ما افکت CC Rainfall رو اضافه کردیم و میبینیم که افکت بارون به کل کارمون اضافه شد. خب کاراکتر ما الان توی یه فضای سربسته است. یعنی چی؟ یعنی که باید بارون از بیرون پنجره دیده بشه. برای این کار ما باید بیایم و نقاطی که میخوایم دیده بشه رو مسک کنیم. روی ادجاستمنت لیر هم کلیک میکنم، ابزار پن تول رو بر میدارم و جاهایی که میخوام این افکت بارون خودش رو نشون بده رو به این شکل مسک میکنم. خب میبینیم الان هیچ جا دیگه اون افکت نیست به جز اینجا. اگر من بیام اینجا رو هم مسک کنم میبینیم که افکت بارون اینجا هم داره اعمال میشه. خب من تصویرم و همه جایی که لازمه رو مسک میکنم و بعد میریم سراغ ادامه کار. خب من مسکم رو انجام دادم و میبینیم که قطرات بارون دقیقاً همون جاهایی که باید دارن خودشون رو نشون میدن، یعنی جاهای اضافی اصلا دیده نمیشه. خب میام اسم لایه‌ام رو هم تغییر میدم، میذارم رین. الان برای طبیعی تر شدن کارمون باید بیایم و یه رفلکشن به این قسمت ها اضافه کنیم. یه دونه دوپلیکیت من از این لایه رینم میگیرم و ام رو میزنم و همه مسک ها رو پاک میکنم و میام دوباره ابزار پن تول رو بر میدارم و شروع میکنم این قسمت ها رو مسک میکنم. خب حالا برای اینکه این یه مقدار خودشو بهتر نشون بده میام مود لایه‌ام رو به اسکرین تغییر میدم. خب حالا میام و اوپاسیتیم رو کم تر میکنم، چون که این رفلکشن نیاز نیست خیلی شدید باشه، مثلا در حد 30 حس میکنم اوکی باشه. این از اینجای کارم. توی فایلی که توی چنل تلگرام براتون میذارم، یه فایل زیپ براتون توی چنل تلگرام قرار دادم، لینکش رو هم براتون توی دیسکریپشن مینویسم. یه سری فایل هست، یه سری فایل پارتیکل هست که میتونید اونا رو دانلود کنید. من میام و این پارتیکل رو اضافه میکنم زیر لایه رین. سایزش رو هم تغییر میدم، من بزرگش میکنم خیلی، یه کوچولو هم میبرمش بالاتر. حالا میام بهش افکت اینورت رو اضافه میکنم که رنگ ها برعکس شن. یعنی چی؟ یعنی رنگ های سفید بشن سیاه، سیاه ها بشن سفید. میام و مود لایم رو به مولتیپلای تغییر میدم و اگر دوست داشتید میتونید بیاید یه مقدار دیگه هم سایز رو ببرید بالا که اینا خودشون رو بیشتر نشون بدن. مثلا الان این سایزی اوکیه، البته خیلی دیگه رفت، ولی کوچولو کوچیک‌ترش کنیم. حالا برای اینکه کارمون تمیزتر در بیاد میام روی لایه رین، میام و قبلش یه دوپلیکیت از این میگیرم و لایه‌اش رو خاموش میکنم چون که اینو لازم دارم و اون لایه زیری که روشن هست رو با کنترل شیفت سی میبرم توی یه کامپوزیشن، تیک موو آل رو میزنم و اوکی رو میزنم که این تبدیل شه به یه کامپوزیشن. خب همونطور که میبینید مدلایش دوباره ریخت به هم، میزنمش روی مولتیپلای. روی ادجاستمنت لیر رین کلیک میکنم، ان رو میزنم و همه مسک هاش رو انتخاب میکنم. با کنترل سی ازشون کپی میگیرم
و روی کامپوزیشن پارتیکل پیستش میکنم. الان چی شد؟ الان این پارتیکل هایی رو هم که اضافه کردیم دقیقاً رفته پشت پنجره. خب حالا این یکی رو روشن میکنم. این یکی رو نمیخوام خیلی بزرگ باشن، میخوام کوچیک باشن. این رو هم میبرم توی یک کامپوزیشن، مودش رو به مولتیپلای تغییر میدم و ماسک ها رو بهش اضافه میکنم. الان ما اینجا یه سری پارتیکل های خوشگل هم میبینیم. خب افکت بعدی که ما اضافه کرده بودیم افکت رعد و برق بود. یه دونه ادجاستمنت لیر دیگه میسازم، اسمش رو تغییر میدم به فلش و افکت برایتنس اند کنترست رو بهش اضافه میکنم. میام جلوتر، مثلا توی ثانیه 3 یه دونه کیفریم به برایتنس میدم، 2 فریم میرم جلوتر، برایتنس رو میبرم روی 150، 2 فریم دیگه میرم جلو و این رو میذارمش روی 0. بچه‌ها من اینو یادم رفت بهتون بگم، برای تغییر جهت و سایز بارون کافیه که بیاید توی تنظیمات رینفال و از اینجا اسپید و واین رو تغییر بدید. خب رعد و برقمونم تموم شد. میام اول تایملاینم یه دونه کیفریم به برایتنس میدم، آلتو نگه میدارم و روی این استاپ واچ کلیک میکنم. بخش اکسپرشن نویسی که برام باز شد می نویسم لوپ اوت. همین الان تقریبا هر 3 ثانیه یک بار این افکت رعد و برق خودش اعمال میشه. مثلا من بیام توی ثانیه 6 اینجا مثلا داره تکرار میشه. وقتی که این اکسپرشن لوپ اوت رو بنویسم تقریبا هر 3 ثانیه یک بار این رعد و برق خودش برامون اعمال میشه. حالا برای اینکه یک مقدارم کارمون رو بازم جذاب تر کنیم میام و به لایه بک‌گراندم یا همین عکسم یه دونه افکت گلو اضافه میکنم. ترشهولد رو میبرم میذارم روی 100، ریدیوس رو میذارم روی 24، اینتنسیتی رو میذارم روی 30. حالا میام و گلو کالر رو میذارم روی A and B و الان میتونم کالر A رو انتخاب کنم و هر رنگی که دلم میخواد رو بهش بدم و روی این قسمت ها اعمال میشه. میبینید الان اینا یه ذره تم سبز گرفت. من میام و از رنگ آبی استفاده میکنم. الان این خیلی خودش رو نشون نمیده. باید بیام و لوپینگ رو هم به این گزینه تغییر بدم که بیشتر جلوه خودش رو به همون نشون بده. یه دونه دوپلیکیت از افکت گلو میگیرم، ریست رو میزنم و این رو دوباره میبرم میذارم روی 100. خب الان میام و آلتو نگه میدارم و روی گلو ردیوس کلیک میکنم که دوباره بخش اکسپرشن نویسی برام باز بشه و از اینجا می نویسم ویگل 10,100. خب این حس میکنم یکم زیاده، این 100 رو من نصفش کنم. آره بهتره. کارم تقریبا تموم شد. الان میام همه اینا رو میکنم توی یک کامپوزیشن دیگه، پی رو میزنم، آلتو نگه میدارم و روی پوزیشن کلیک میکنم و اینجا هم دوباره اکسپرشن رو اضافه میکنم. می نویسم ویگل نیم مثلا در 50. این یه ذره خودش رو تکون بده. یه جاهایی مثل اینجا میبینیم که داره از سایز تصویرمون میره بیرون. میام اس رو میزنم و اونقدر این رو بزرگ میکنم که دیگه از کادر خارج نشه. خب کارمون تموم شد. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. فایل این پروژه رو براتون توی چنل تلگرام میذارم. یه عکس دیگه هم میذارم چون که این یه مقدار جزئیات زیاد داره. اگر دوست داشتید بتونید روی اون تمرین کنید یا اگر هم بخواید از همین عکس استفاده کنید. لایک و ساب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.